همه فکر میکنن که برای شروع کار باید انگیزه داشته باشن، یعنی برای عمل کردن انگیزه نیاز دارن، در صورتی که این کاملا اشتباهه. یعنی عمل کردن همیشه نتیجه انگیزه نیستش، خیلی وقتا میتونه باعث اون بشه. یعنی اول عمل میکنی بعد انگیزه به وجود میاد. اگه حس و حال شروع یه کارو نداری، از یه کار ساده‌تر و کوچیک‌تر شروع کن. همون موتور انگیزه رو روشن میکنه و به اون کار اصلیت هم میرسی. چون ما همیشه نمیتونیم انگیزه داشته باشیم و اونو تو بالاترین حد خودش نگه داریم. بعضی روزا بالاه، بعضی روزا پایینه، اصلا هم دست ما نیست. پس بین این دوتا کدوم رو انتخاب میکنی؟ خب معلومه اونی که میتونی الان انجامش بدی. پس برو و از یه چیز کوچیک شروع کن. من خودم قبلا اینجوری بودم که نه، انگیزه اصلا مهم نیست، تو باید دیسیپلین داشته باشی، باید سفت و سخت کارتو انجام بدی. ببین این درسته ها، ولی رسیدن به این خیلی سخته و همیشه ممکنه اینجوری نباشی. پس بهتره هر از گاهی یه انگیزه‌های کوچیکی برای خودت درست کنی برای اینکه بتونی اون مسیر رو ادامه بدی. انگیزه هم واقعا مهمه.